مجسمه‌ای که پیش روی شماست بزگر یا ناظم مدرسه نیست، بلکه شیر سلطان جنگل است که مقنعه سر کرده و رفیق سیخ و سنگ است. این شیر سکته‌ای تنها نیست و در کشور چندین مجسمه پخ‌فیس دیگر رویت شده است. این ریدمان‌های فاخر محصول باسن عده‌ای ناشناس بوده که یا با شیر خصومت شخصی داشتند یا از مادرش آتو. عده‌ای معتقدند این هنر دست کودکان اوتیسمی بوده، اما نشیمنگاه هیچ کس این داستان را کاور نمی کند و شهرداری نیز این تئوری را به کتف چپ خود هدایت کرده است. نکته‌ای که حائز اهمیت است اجزای خصوصی شیر است که در معرض دید عموم بوده و نشان می‌دهد این شیر دوگانه سوز است. شیرهای افیون زده تنها بخشی از این تپه قهوه‌ای هستند و گفته شده مجسمه‌های دیگری شامل هاشم تریاکی، کنگ فوی پانداکار و شرک پاکستانی نیز در کشور وجود دارد. مستر نز